سلام، من امروز اومدم با آموزش یه خوشمزه دیگه. لواشک آلوچه. آلوچه های من تقریبا 3 کیلو هن. من آلوچه ها رو شستم و به 1 نصف لیوان آب احتیاج داریم و 1 قاشق غذاخوری نمک. آلوچه ها رو توی قابلمه میریزیم. نصف لیوان آب رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم بپزه. با شعله متوسط رو به بالا گذاشتم که آلوچه ها بجوشن. تو این مرحله آلوچه ها رو هم میزنیم که کاملا زیر و رو بشن. شعله رو ملایم میکنیم و نمک رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که با شعله ملایم بپزن. و هر از گاهی هم لازم هستش که بهش سر بزنیم و یه مقداری موادمون رو هم بزنیم که ته نگیره. همینطور که میبینید آلوچه های ما کاملا نرم شدن و غلظت موادمون هم به این صورت هست. الان وقت اون هستش که ما شعله رو خاموش کنیم و اجازه بدیم که موادمون سرد شه و بریم برای مرحله صاف کردن. خب برای صاف کردن موادمون ما نیاز داریم به 1 صافی که من الان موادمون رو توی صافی ریختم و 1 کاسه رو میذاریم و صافی رو روش قرار میدیم و شروع میکنیم با دستامون به شکل دورانی حرکت میدیم که موادمون از هسته و پوست جدا بشن. و این کار رو اینقدر ادامه میدیم که توی صافی فقط پوست و هسته بمونه و موادمون به داخل کاسه منتقل بشه. عصاره مواد ما کاملا جدا شدن و توی صافی فقط ما پوست داریم و هسته که دیگه به درد نمیخوره و باید دور ریخته بشه. غلظت مواد ما به این صورت هست. من سطح 1 سینی رو با پلاستیک پوشوندم و حالا وقت این هستش که موادمون رو به سینی منتقل کنیم. فقط توجه داشته باشید که زمانی که مواد رو به سینی منتقل میکنید ضخامت موادمون در حدی باشه که راحت خشک بشه و کپک نزنه. سه کیلو آلوچه به من 3 تا سینی متوسط این سایزی لواشک داد. من سینی رو توی آفتاب گذاشتم و منتظر میمونم که خشک بشن و بعد از خشک شدن مجدد ویدیوشو براتون میذارم. فقط شما اگه که توری دارین حتما روش قرار بدین که پشه یا هر چیز دیگه‌ای روش نیفته. من متاسفانه توری ندارم و حیات ما هم تا الان که پشه نداشته. امیدوارم که من بعدم نداشته باشه که لواشکام به فنا برن. بعد از گذشت 3 روز لواشکای ما کاملا خشک شدن و به راحتی از سینی جدا میشن. خب دوستان، لواشک آلوچه ما آماده است. امیدوارم که شما هم درست کنید و دوست داشته باشید. ممنون که منو لایک میکنید. تا آموزش بعد، خدا نگهدار. امروز 26 یولی 2024 و 6 تیر ماه 1403. من اومدم سر کوچه آلوچه بچینم واسه
خورشت آلوچه و لواشک. ببین درختاش به جای برگم آلوچه داره. اینجا سر کوچه ماست.